آقای سلطانی چیکار میکنی دارم؟ تو میگه نمیبینیم چیکار میپرسم مگه آشپزی تو؟ مال چند نفر آشپزی میکنی؟ مال 4 نفر 4 نفر 5 نفر. چقدر مرغ گرفته؟ مو 5 کیلو 5 کیلو. بازی مواد مساله از چی تایی همیشه؟ مسالهش از زعفران و از خواه آب لیمو خواه پیاز و خواه همین چیزایی دیگه موادی هم داره؟ فقط بارا که ما نزدیم شاید داشته باشه. این الان رنگش که خیلی عالیه، نگاه کن. رنگ چه مهربان میگه چی بگی آره رنگش عالیه. خب نه این مواد ها رو قبل از اینکه سرسخت بکشید مخلوط میکن، درسته؟ بعدا آره دیگه زحمت چرا کشیدی دست درد نکنه. یک بلوک مفتخور جمع شدیم ما کلا مفتخوری. پیاز از مرغ گرون بخت اینم گاتیش ما ولی خوب شما امروز که اینجا کباب رنگش خیلی خوبه. این صورت درست کردین فردا خدا دانه کجا بریم قسمت کجا باشیم فردا فقط فوردو کوهایی که برف داره اونجا بریم، هرچی بالا باشه. اینجا نزدیک 15 کیلومتری کاشانه دیگه تقریبا. چشمه آب شیرین میگه. اینم که درختها خشکه، حالا زمستان برگ و علفی نداره. یک ذره پیازچه اینجا هست، فقط یک ذره سبزی. این طرف ها همش کشاورزی، زمین خالی. این خط قطار دو تا مفتخوری دیگه اینجا سنگ بازی میکنه. نگاه کنید سنگ بازی زیر نفهمیم چی. شش که بودی افت نه بیا بریم شش که بودی افت. حالا کدام شما بردین؟ ما بردیم بابا بیا بریم بیا بریم بیا دیگه کجا بریم سر از نو نه اون پورا نشده خدا راستی پورش